امروز مؤثرترین سلاح بین المللی علیه دشمنان و مخالفین سلاح تبلیغات، سلاح ارتباطات رسانه‌ای. امروز این قوی‌ترین سلاح، این از بمب اتم و اینها هم بدتر و خطرناک‌تر. ابزارهای تسهیل کننده مثل این رایانه ها و ارتباطات اینترنتی و فضای مجازی و سایبری هم که الان در اختیار شماست، اینا رو یاد بتوانید بگیرید، میتونید یک کلمه حرف درست خودتون رو به هزاران مستمعی که شما اونا رو نمیشناسید میتوانید برسونید. این فرصت فوق العاده است، نبادا این فرصت ضایع بشود. اگر ضایع شد خدای متعال از من و شما میپرسه. هدف مشخصه، هدف دفاع از نظام اسلامی و جمهوری اسلامی است در مقابله با یک حرکت همه جانبه متکی به زور و تزویر و پول و امکانات عظیم پیشرفته علمی رسانه‌ای. این تهاجم فرهنگی، مسئله ناتو فرهنگی، جنگ نرم، این شبیخون فرهنگی این کارا رو دارن میکنن. خب در مقابل اینا باید چیکار کرد؟ در مقابل اینا دو چیز لازمه، یکی کار، یکی ابتکار.